یک ساکن 27 ساله جماعت زیرکی در کنار شهر کولوب با گمان تماجر دستگیر شد. وزارت کارهای داخله گفت این مرد با یک جوانزن 24 ساله نیم سال مناسبت عاشقانه داشته است و از ماه آگوست با تهدید افشای معلومات بدنام کننده از جبر دیده 13510 سومونی گرفته، روز 4 انور باز 18000 سومونی دیگر طلب کرده است. تماجر و کارمندان ملیسا در وقت گرفتن 15000 سومونی از جبر دیده بازداشت کردند. این نخستین حالت از معشوقه های سابق خود پول طمع کردن نیست. 2 روز پیش وزارت کارهای داخله از بازداشت یک ساکن 40 ساله دوشنبه خبر داد که پیش با یک زن 39 ساله رابطه عشقی داشته است، ولی اخیراً از او با تهدید افشای سر رابطه هایشان $500 طلب کرده است. او را در محله زرفشان هنگام گرفتن $300 از جبر دیده دستگیر کردند.